به نام خدا، بهزاد پورمرادی هستم. اطلاعات کامل در خصوص آنچه مدرسان و معلمان باید بدانند، مقایسه دیتا پروژکتورها در فاصله نصب رو به اطلاعاتون میرسونم. امروز دیتا پروژکتورها از مهمترین ابزار آموزشی در کلاس‌های درس هستند. با توجه به محیط و فضای حرکتی اساتید آموزشی، دیتا پروژکتورها در 3 نوع فاصله از پرده نمایشی نصب میشن. مدل‌های قدیمی و متداول که به عنوان دور نصب هستند، در فاصله مکانی 2.5 تا 3.5 متر از پرده نمایشی نصب میشن. همونطور که در تصویر میبینید، نور این مدل تمام فضای حرکتی اساتید رو در بر میگیره و موجب آسیب رسانی به چشمان اساتید میشود. مدل دیگه به عنوان کوتاه نصب هستند که در فاصله مکانی 90 تا 80 سانتی متر از پرده نمایشی نصب میشن. همونطور که در تصویر میبینید، نور این مدل مقدار کمی از فضای حرکتی اساتید رو در بر میگیره و آسیب کمتری به چشمان اساتید وارد میشه. مدل جدید و امروزی به عنوان نزدیک نصب یا خیلی کوتاه نصب هستند که در فاصله مکانی 50 سانتی متر از پرده نمایشی نصب میشن. همونطور که در تصویر میبینید، نور این مدل به هیچ عنوان در فضای حرکتی اساتید به چشمان آسیب وارد نمیکنه. حالا تصمیم با خود مدیر و شما اساتید هستش کدوم یک از این دیتا پروژکتورها رو برای کلاس آموزشی خودتون انتخاب میکنید. مطمئناً نزدیک نصب ها رو.